سلام دوستان خوبم، به کانال خودتون خوش اومدین. من اینجام تا مطالب علمی و پزشکی رو که به زندگی روزمره ما ربط داره در قالب داستان و انیمیشن در اختیارتون بگذارم و با هم یک قدم کوچک در جهت افزایش دانش جامعه فارسی زبان برداریم. با لایک، سابسکرایب و کامنت از من حمایت کنید تا ویدیوهای بیشتری بسازم. دوست دارم. آیا الکل باعث میشه تا ما فرد شاد، با اعتماد به نفس، رک و بزلگویی باشیم؟ جوابش شوکتون میکنه. تا آخر ویدیو همراه من باشید تا براتون توضیح بدم. اما لطفاً صبر داشته باشید تا از اول شروع کنم. الکل در واقع مضرترین ماده روی زمینه. هر سال آدمای بیشتری رو نسبت به جنگ، تروریسم، آدمکشی و تصادفات ماشین با هم میکشه. با این حال بیش از 2 میلیارد نفر الکل میخورن. بیشترمون نمیتونیم یه باربیکیو رو بدون آبجو، یه عروسی رو بدون شراب یا یه مهمانی شیک رو بدون شامپاین تصور کنیم. آخر هفته می نوشیم چون آخر هفته هست. اما بعد از کار، وقتی استرس داریم، وقتی ریلکسیم، وقتی غمگینیم، وقتی که خوشحالیم هم می نوشیم. الکل یه جورایی پارادوکسه. چرا انقدر به چیزی که بیشترین ضرر رو بهمون میزنه چسبیدیم؟ الکل یه سلاح بیولوژیکه که مخمر در زمان تخمیر تولید میکنه تا رقباش رو نابود کنه. نوشیدنی‌های الکلی با آب مخلوط میشن و با همه چیز از میوه گرفته تا کارامل طعمدار میشن. با فقط یه جرعه مولکول‌های الکل به معده و روده کوچک هجوم میارن. از اونجا میرن به کبد، مرکز اصلی سم‌زدایی بدن و بقیه از مثلا مغز. اما کبد فقط میتونه حدود هر 5 دقیقه یه جرعه الکل رو پردازش کنه. پس مگه اینکه خیلی آهسته بنوشی. خب مشخصه که کبد از پسش بر نمیاد و یک گروه مدام بزرگتر از این مولکول ها به مغز حمله میکنه. اینجاست که همه چیز به هم میریزه. این سربازهای مهاجم مغز رو پر میکنن و شروع میکنن به بازی با انتقال دهنده های عصبی و گیرنده ها. کارشون اونقدر پیچیده است که دانشمندان هنوز دقیقاً نمیدونن چطوری عمل میکنن. اما میدونیم که الکل سلول های عصبی رو بی‌حس، سرعتشون رو کم و ارتباطشون رو مختل میکنه که این چند تا اثر داره. آرومت میکنه، استرس و تنش رو کم میکنه. قشر جلوی پیشانی مغز که مرکز تصمیم گیری و کنترل هست رو فلج میکنه. این باعث میشه کنترلت رو از دست بدی و رفتارهایی ازت سر بزنه که شایسته تو نیست. اندورفین آزاد میکنه، مولکول‌های حال خوب کن که عمیقاً با ارتباطات انسانی گره خوردن. این همون ماده‌ایه که موقع خندیدن، آواز خوندن یا رقصیدن با دیگران تو بدنمون تولید میشه و کمک میکنه لحظه‌های زودگذر رو به خاطره‌های مشترک تبدیل کنه. پس بعد از 1 یا 3 لیوان نه تنها دنیا سبکتر به نظر میاد، در کنار دیگران بودن هم حس بهتری داره. دیوارهای نامرئی ناامنی دورمون شکننده میشن و خودت رو میبینی که یه ذره بیشتر خودت شدی. کمتر میترسی حرف بزنی، بخندی، آواز بخونی یا شادی‌ها و غم‌هات رو تقسیم کنی. گفتگوها راحت‌تر جریان پیدا می‌کنن. لبخندها یه ذره بیشتر میمونن و غریبه‌ها راحت‌تر میتونن دوست یا معشوق بشن. پس برای یه مدت احساس می‌کنی بار انسان بودن رو به تنهایی به دوش نمی‌کشی. البته یه چیزیه که هزینه‌های زیادی هم داره. برای میلیاردها نفر این دورهای نوشیدن به مرور تکرار شونده تر میشن. یه نوشیدنی گهگاه تبدیل به یک عادت هفتگی میشه. بعد یه مراسم، در دیدار با دوستان یا استراحت. اما وقتی این دورها روی هم انباشته میشن، آسیب‌ها شروع به نمایان شدن میکنن. مولکول الکل میتونه تو آب و چربی حل بشه که بهش اجازه میده تقریبا به هر سلول و بافتی نفوذ کنه. و وقتی بدن اون رو تجزیه میکنه تبدیل به استالدهید میشه. یه ماده شیمیایی که حتی از خود الکل سمی‌تره و تو بافت‌ها، سلول‌ها و دی ان ای تو خرابی به بار میاره. در مغز سلول‌های عصبی رو کوچک میکنه و ارتباطشون رو قطع میکنه که این ارتباط بین بخش‌های مختلف مغز رو سخت‌تر میکنه. با کوچک شدن مغز خاطرات محو میشن، فکر کردنت کند میشه و خطر زوال عقل بالا میره. چه سنی و چطور استفاده میکنی مهمه، چون هرچه جوانتر باشی آسیب‌ها گسترده‌تر هست. مغز انسان تا اواسط 20 سالگی کاملا بالغ نشده. پس نوشیدن قبل از این سن مثل اینه که به بوتون خیس قبل از خشک شدن ضربه بزنی.
تو افراد 20 ساله خوردن تا حد بیهوشی میتونه تا 1 سال باعث مشکلات ذهنی بشه، مثلا فراموش کردن دلیل ورود به اتاق یا مشکل در یادگیری چیزهای جدید. نوشیدن سنگین تو اواخر نوجوانی یکی از بالاترین فاکتورهای خطر برای زوال عقل زودرس است. درست مثل تأثیری که سیگار روی ریه ها داره، الکل باعث 8 نوع سرطان میشه، اساساً از دهان تا روده، به علاوه سرطان سینه در زنان. خطرات از میانگین مصرف کمتر از 1 لیوان الکل در روز شروع میشن. بیشتر از اون خطرات افزایش پیدا میکنه. در سطح جهانی الکل سالانه باعث حدود 740,000 مورد جدید سرطان و 400,000 مرگ ناشی از سرطان میشه. در کبد الکل سوخت و ساز چربی رو به هم میریزه و باعث انباشت چربی تو سلولهای کبد میشه. اما این اغلب هیچ علامتی نداره. پس ممکنه به خوردن ادامه بدی در حالی که آروم آروم چربی کبد رو احاطه و در اثر التهاب، ورم و ازگار میفته. مرحله نهایی سیروز هست که کبد پر از زخم هست و به زحمت کار میکنه. این ممکنه بیش از 10 سال طول بکشه، اما وقتی ظاهر شد کاملا غیر قابل برگشته. هر سال 600,000 نفر به خاطر کبد نابود شده توسط الکل میمیرن. نوشیدن قلب رو ضعیف میکنه، فشار خون رو بالا میبره و خطر سکته و لخته خون رو افزایش میده که منجر به 500,000 مرگ دیگه ناشی از بیماری‌های قلب و عروقی در سال میشه. الکل به سلول‌های بدن از جمله پوست آسیب میزنه و پوست زودتر پیر به نظر میاد. نه تنها خود الکل کالری زیادی داره، بلکه باعث گرسنگی هم میشه که خطر چاقی رو افزایش میده و دروازه‌ای رو به سیل مشکلات سلامتی باز میکنه. وقتی دانشمندان این اعداد رو بررسی میکنن، میبینن که مشکلات سلامتی میتونه از حدود 1 آبجو در روز شروع بشه و احتمال مرگ زودرس از حدود 3 آبجو در روز برای مردان و کمتر از 2 تا برای زنان به طور قابل توجهی شروع به افزایش میکنه. هیچ ماده مخدر دیگه‌ای نیست که اینقدر نزدیک به لبه مرز آسیب مصرف بشه. الکل فقط به بدن خودت آسیب نمیرسونه. الکل به خاطر یه دلیل دیگه هم بی‌نظیره. بی‌نظیرترین تواناییش در نابود کردن دیگران هست. بی‌حسی و عدم کنترل بعد از چند لیوان میتونه تو رو تبدیل به یک موجود بی دست و پا کنه که مشتاق برای انجام ریسک‌های احمقانه‌ای در بالکن، دریا یا جاده باشی. هر سال تصادفات ناشی از الکل 500,000 نفر رو میکشه که 300,000 تاش تو تصادفات ماشینه. اما بیش از نصف کسایی که تو این تصادفات مردن اصلا الکل نخورده بودن. اونها فقط به خاطر الکل یه نفر دیگه مردن. الکل یکی از دلایل اصلی خشونته، از دعوا گرفته تا خشونت‌های خانگی، حملات وحشیانه و قتل. آمار کشور به کشور فرق میکنه، اما اساساً 50% از کل جرایم خشونتبار و تجاوزهای جنسی توسط مجرمان مست انجام میشه. هر سال جرایم ناشی از الکل حدود 100,000 نفر رو میکشه. اگه به بقیه دنیای الکل خور نگاه کنیم، یعنی هر سال 10 میلیون نفر به خاطر نوشیدن یک نفر دیگه آسیب جسمی میبینن. هر سال 600,000 نوزاد با اختلال الکل جنینی به دنیا میان. یه وضعیت ویرانگر مادام العمر که به خاطر نوشیدن الکل در دوران بارداری ایجاد میشه. الکل چیزی کمتر از یک فاجعه جهانی نیست. وقتی نوشیدن به نقطه‌ای برسه که آسیب واقعی به خودت یا دیگران بزنه، از اون خط نامرئی اعتیاد به الکل رد شدی. تخمین زده میشه 400 میلیون نفر، یعنی از هر 14 بزرگسال یک نفر تو این منطقه هستن. این خط خیلی مبهمه و از فردی به فرد دیگه فرق میکنه، اما اگه به طور مداوم هفته 8 آبجو به عنوان زن یا هفته 15 آبجو به عنوان مرد مصرف کنی یا 5 تا در یک روز، یعنی از خط رد شدی. از بین این 400 میلیون بیش از نیمیشون توی تله حتی عمیق‌تر افتادن، وابستگی جسمی یا روانی. جایی که الکل تبدیل به چیزی شده که از نظر جسمی یا روانی بهش نیاز داره. اروپا، آمریکا از هر 20 بزرگسال یک نفر. توی کشور خودمون هرچند با توجه به ممنوع بودن مصرف مشروبات الکلی و جریمه‌های سنگین، اما در بین افراد بین 18 تا 60 سال کشور حدود 5 میلیون نفر الکل مصرف می‌کنند. تحقیقات نشون دادن که تا 50% از همه معتادین به الکل شناسایی نمیشن. از اعتیاد به الکل معمولاً یه تصویر افراطی تو ذهنمون ساختیم. یه آدم بی خانمان که بطری رو چسبیده یا یه پدر همیشه مستی که سر بچه‌هاش داد میزنه. اما میتونه خیلی بی صدا باشه. اونا عمدتاً 2 گروه اصلی هستن: جوانهای بالغ بدون مشکل
افراد میان سال با شغل و خانوادگی موفق. اگه یکی از اینها باشی هیچ رفتار ضد اجتماعی نشون نمیدی، تعهدات رو انجام میدی و احتمالاً هیچ مشکل سلامتی تشخیص داده شده ای نداری. اما به طور متوسط روزی 4 تا آبجو میخوری و هفته یه بار مست میشی. هیچ کس یه نوشیدنی سر شام بعد کار یا تو مهمونی رو زیر سوال نمیبره. اما دقیقاً همین مسئله الکل رو اینقدر خطرناک میکنه. هیچ ماده اعتیادآور دیگه‌ای پیدا نمیشه که اینقدر به طور گسترده همه جای دنیا باشه، مصرف راحتی داشته باشه و به آسانی نادیده گرفته بشه. خب پس چطور به اینجا رسیدیم؟ ما با الکل پیمان بستیم تا کمکمون کنه که با یکی از بزرگترین چالش‌های انسانیت کنار بیاییم. ارتباطات انسانی شلوغ و پیچیدن. ما مشتاق صمیمیت و نزدیکی هستیم، اما در این حال از یکدیگر مضطرب و محتاط هم هستیم. دائما سوالاتی در ذهن ما تکرار میشه. نکنه دارم زیاد حرف میزنم؟ اصلا منو دوست دارن؟ اگه یه چیز احمقانه بگم چی؟ راه‌های زیادی برای پیمودن این مسیر وجود داره. الکل راه حل نیست، اما قطعاً یه راه حل واقعی و بدون زحمت برای مشکل ارتباط با دیگرانه. تحقیقات چیزی رو تایید میکنن که هزاران سال هست یاد گرفتیم که مقدار متعادل الکل به غریبه‌ها کمک میکنه با هم راحت‌تر ارتباط برقرار کنن و کسایی که به طور معتدل و حساب شده مصرف میکنن معمولاً دوستان بیشتر، دوستهای صمیمیتر و سطح اعتماد بالاتری به دیگران دارن. پس اگه بخوایم از الکل فاصله بگیریم باید رو راست باشیم که چی ازش به دست میاریم. برای هزاران سال سلامتیمون و سالهای عمرمون رو بهش دادیم و در عوض الکل اعتماد به نفس، ارتباط و شادی بهمون داد. ولی الان این داره خیلی سریع عوض میشه. نسل‌های جوانتر، مخصوصا نسل زد، خیلی کمتر از والدینشون الکل میخورن. در آمریکا سهم 18 ساله‌ای که الکل رو امتحان کردن طی دهه‌های گذشته 25% کم شده. و حتی تو کشورهایی مثل آلمان یا فرانسه که آبجو و شراب همیشه جزئی از دی ان ای فرهنگیشون هست، مصرف الکل داره کم میشه. و این یه پیروزیه. تصادفات کمتر، تخت‌های بیمارستانی کمتر و زندگی‌های کمتری که از مسیر خارج شدن. اما همزمان چیزای دیگه‌ای هم دارن کم میشن. سهم جوانهایی که تقریباً هر روز دوستاشون رو میبینن 50% کم شده. حضور در مهمانی‌ها 30% افت کرده. همه اینها در حالی که تنهایی و مشکلات سلامت روان به شدت افزایش پیدا کرد. البته مصرف الکل در ایران کاملا برعکسه و روز به روز در حال افزایش است. این روزا نوشیدن الکل یک کار شیک به حساب میاد و جای خودش رو در جمع‌های دوستانه و خانواده باز کرد. الکل برای هزاران سال یک ابزار قدرتمند و تاثیرگذار برای ارتباط، جشن گرفتن و لذت بردن از زندگی با دیگران بوده. اگه غرب در مسیری کمتر نوشیدن باشه، شاید در مسیری یه چیز کاملا جدید باشه. آینده‌ای که بدون یه تکیه‌گاه شیمیایی سمی ارتباط برقرار می‌کنیم و خوشحال هستیم. به نظر شما آیا چنین چیزی ممکن هست که در آینده اتفاق بیفته؟ نظر خودتون رو در کامنت‌ها بگید. ممنون.